هر چیزی که توی این اینستاگرام میبینی باور نکن. این ویدیو هم فقط برای تعمیرکارا نیست، چون یه مثال خیلی ساده است که میتونه برای هممون جالب باشه. این چیزی که میبینی میکروفون گوشیه. توی بعضی از ویدیوها دیدم که با نوک هویه تبری میچسبونن به برد و میکروفون با حرارت لحیمش آزاد میشه و مستقیم از روی برد جدا میشه. خب منم دیگه همون روش رو امتحان کردم، ولی همونطور که میبینیم میکروفون به جای اینکه سالم جدا بشه نصف شد. حالا بریم سراغ روش درستش. برای این کار وقتی نیاز به جدا کردن این گت از روی برد داریم، از روش اصولیش که همون هیتر و حرارت جریان حواس استفاده میکنیم و میکروفون رو بدون هیچ ریسکی از روی برد جدا میکنیم. و این فقط درباره تعمیرات موبایل نیست، توی اینترنت خیلی چیزا رو میبینیم که چون قشنگ و حرفه‌ای به نظر میرسن فکر میکنیم حتما درستن. قبل از اینکه چیزی رو باور کنیم یه بار از خودمون بپرسیم که واقعا دلیلش چیه. پس اگه خوشت اومد ویدیو رو لایک کن و فالو.